بالاخره بستم رسید. یه میکروفون سفارش دادم، بریم بازش کنم چجوریه کیفیت صدامون رو بهتر کنیم برای ویدیو بعد. بذار میکروفونی که من سفارش دادم برای تولید محتوای بهتر. خوبه، بذار بازش کنیم چیه توش. بسته‌بندی جالبی داره. توش موزه کنترل شده فرستادم برام. هوای سرد منم آستین کوتاه همدانو شهر چیا داریم توش. چه بسته‌بندی هم داره. چی هم توش نیست. این مشخصاتشه. بازش کنیم بریم داخل بیرون. خیلی ساده. اینم از مخلفات دفترچه به درد اون نمیخوره. سیمای شارژر تایپ سی، یو اس بی به تایپ سی. تایپ سی هم به مال تایپ سی. دیگه چی داریم؟ تایپ سی به لایتلینگ. یه چی بودین؟ مال آیفون به درد اون نمیخوره. چکه اونم به درد اون نمیخوره. این به که باز میشه فقط. اصل کاریا توفیق خوشگلی هم داره. جای شارژرش بازش کنیم. به به سر عجب چیزیه. خوشمون میاد. چجور روشن میشه فقط. میکروفونشه. یه تست صدا هم الان میگیریم ازش. نمیدونم به چه کار میاد. بریم تستش کنیم ببینیم صداش چجوریه. خب بذاریم شارژ میکروفون. واقعا نمیدونم چجور بس میشه به گوشی. مخلفات دفترچه به درد اون نمیخوره. خب این الان صدای من بدون میکروفونه. خب اینم صدای من با میکروفون. ببین کدومش بهتر شد.